سعادتمند باشین در هر گوشه که ما هستید. در برنامه امروز خوش آمدید دوستای عزیز. قسمی که میبینید ساعتم از 7 صبح یکی من کجا میرم و چی میکنم با پیشی که میرم. شما بینید برنامه باشین تا آخر برنامه رو همه امروی کنیم. صبح وقت از کلگی خواه هلا خدا جان، این بار دوم است که من بدون موتر میرم جای. مشکل نیست، بخیر گفته بوده چبریت بپوش. باید هر انسان باید یک انسانیت داشته باشه، اخلاق داشته باشه، اما اخلاقش یعنی او را بالا میبره، پایین نه. صبح وقت از کلگی خواست. کلگی خواه بود 7 وجه صبح کیز بید. خب بلا هوای تازه است، خوش آدم میایم صبحکی همی موتر روشن کنم که بریم طرف پیش سونیا جان. یک نفر در پولیم شیشتم میگم تو گپ بزنم که ما قصه کنم که من تنهایی چی بزنم. میگم من چی کنم تو خیلی اگه خودت نبینیم صدایت خوبی آیا. میگم نه گپ نمیزنم، هیچ گپ ندارم، تو گنگه بشی تا آخر عمرت. خب دیگه دوستا ما میریم طرف در راستم تا نرسیم رابندی هم که بسیار زیاد دارم. صبحکی از خواب بخیزی چشمای اما تو پت از یه تا که برسیم اما تو شدیم دوستا به خدا می چشمای پت از مکمله جمیال در خواب روان است. دیگه تا که برسیم دیگه هستیم ما شما بدون زو. البته دوستای عزیز نگفتن نمانه که یک برنامه که دیگه هم داریم. هدف بخیر پیش سونیا جان برسیم که پلان ما چی است، چی میکنیم اون رو دیگه خودتان بیننده میباشین و میبینید. گفتم باش براتان دیگر گفتم قصه نگرد. آخر من تنها مجبور شدم قصه را شروع کنم. بعد وقتا دوستا یک چیز که آدم دو نفر باشه خب طبعا قصه آدم یک نفر چی قصه کنی چی بویی همی هر گفت که داشته باشید یک ویدیو کلش خلاص میشه. از ما تو البته کل گپایم خلاص میشه یک دقیقه دیگه. یک تا گونگه داریم میدیم تو خدا کنه که تا خودم روشم تا گونگه یک بشینم. نه بخیر باز را بندی شروع شد. مطمئن هستم 1 ساعت بعد خواهد رسیدیم در این را بندی که من میبینم. یکان تا 7 بجه از خانه برآمدیم 9 بجه رسیدیم. رابندی هم زیاد بود. حالا دیگه پایین شویم بریم پیش سونیا جانه جیگر جان. نفره که زنگ زدیم که بیا دروازه رو باز کن. میگه من چرا بیایم؟ من زود بیا. میگه پایینش کردیم. بالاخره موفق شدم سرش که پایینش کنم تا دان دروازه را. میمان کار داریم یعنی خود دوست عزیز. فعلا نمیگیمش باز پسان باشه با گپ میزنیم. من که ایزی کار دارم. من کار ندارم بازه نبودی. از یک بابر وقته بودیم که ما آماده میشیم که سونیا جان بینیم. یک برنامه دیگه هم داریم که او خودتان دیده باشید. دیگه شادخت ما کنام خدا پیش روان است. حالا ایسو میشه شماره دردی. نمیدی؟ نه دوستا سعی که شماره خودم نمیده سر من اینطورش خندی هم میکنه.
وی کاش که الله چبیای بلند نمیپوشم اینا رو گشتم نمیتونم. الو خدا جان دیگه کاش که چبیای من بلند نمیپوشم، چبی بلند پوشیم مال گشتن نمیتونم. هر وقت زموتر میرفتیم، امروز زموتر موتر ما نیست دیگه. همون که گفته یکان تا برآمدین. سلام سلام. روز غریب شدی موتر نداشتی. امروز موتر ندارم، دوستان برنامه غریب شدی. اما تو بیرم. سلام دوستان، امیدوار هستم همتون خوب باشین، سر حال باشین. خوش آمدین با برنامه چنل یوتیوب عایشه جان. امیدوارم از برنامه‌اش خوشتون بیاد و لذت ببرین. امروز میهمان ناخواسته نه دوستا شاو برام زنگ زدم. خانه عایشه، در بیرو عایشه، در ترن عایشه، در موتر عایشه. با خدا دوستا میفهمید چیه؟ شاو خودش زنگ زد که صبح بیایی که بردم تو راستی گذر کرد. دوستا بعد به یک سوالای مزه‌دار جور کرد و دستش درد نکنه. من زیاد مکرومی را دوستا خوش دارم، خیلی زیاد. برام یک مکرومی مزه‌دار جور کرد و دستت نکنه جیگر کم. بعدا چند ملای همین دشمنای در کسی که از کور شود. خواهش میکنم ازم لطف کردی که اومدی، واقعا خوش گذشت بر ما و چای صبح واقعا مزه‌دار بود. همین تنهایی به خداوند میزیبه. نه بنداش. هیچ وقت بر خودم شخصا و تا آمادگی چای صبح هیچ وقت نگرفتیم چون تنها دل آدم نمیشه، ولی امروز که عایشه جان آمد گفتم بیا یک چای صبح خوب بخوریم. دیگه فعلا منتظر هستیم. منتظر از این بودیم که ترن بیاید. ترن هم نمید خمه. حال خمه آمد اینا خمه رو میگیریم میریم به خیر تلویزیون. راست میگه. ما در تلویزیونی چی میگو؟ تلویزیونی چی بود؟ بیگم مسای نداریم. بابا باشه تا آخر برنامه رو مرم رای نه سیجا پیش از اونو میگوی طرف دوستای عزیز همین موتر که نباشه هیچ جای آدم باید نره. بخدا من امروز این بار دوم است که من بدون موتر میرم جای، یعنی هم یک هوا گرم است، یکی یک رقم خسته میساخت، پای درد شدم بخیر. چبلی کاش در خانه یک چبلی پخش میکشید و مشکل نبود، چبلی یکایم بلند است، پای دردم ساخت دیگه. هلا بلا که رسیدیم دوستای قسمی که گفتم تلویزیون بیگم ما برنامه داریم، ما سونیا جان یک جای دیگه میریم داخل. اگر تانستم بعض تصویرها از داخل براتون میگیرم، اگر نتانستم دیگه شما با بزرگواریتون ببخشین. بعد برنامه برآمدیم است. کدام است؟ اینی دیگه است دیگه من دوستی که از بس که بیخی تنبل شدیم به خودم. بعض وقتا خوب است آدم، خوب باز تو خوب است که آدم پیاده روی کنه برای بگرده، ولی بازی رقمی دیگه رای هیچی دیگه یعنی مشکل است، سخت است. هلا بلا که رسیدیم. پایه ما معلوم میشه. مشکل نیست. من گفته بود چبلی تبو باش. نه گفتی پایه معلوم نمیشه. برنامه ما که تمام شد از تلویزیون بیگم خیلی خوشایند بود. واقعا ساعت ما تیر شد. انشالله که باز بیننده خواهد بدین. در صفحه پست میکنم، صفحه فیسبوکم باز میتونین از اون طریق از چینل خود تلویزیون بیگم میتونین تماشا کنین اون برنامه را. یک برنامه جالب بود واقعا دیگه. فراموش نکنین برنامه‌های ما را دوستای عزیز چنل ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین تا که ما بتونم از این برنامه‌های خوبتر و جالبتر برای شما ایزا بسازم و تا برنامه‌های ما خوبتر شود. مرسی عزیز دلو. همیار با دوستا گفتم برنامه گلالای جان از خود تلویزیون چی هم پخش میشه؟ و بدون از یوتیوبشون هم برنامه یوتیوب چینلشون برنامه چیه؟ بیگم تیوی. از طریق بیگم تیوی میتونین برنامه ما را ببینید. خب عزیزای دل، ما هم از از تلویزیون بیگم برآمدیم. بیگم یعنی از تلویزیونش برآمدیم. چون اتخار سیاهی بیگم کار به ای است یک چیز است خب به نام انسانیت. خیلی خوب چیز است به نظر من. به نظر خودت چی؟ 100% باید هر انسان باید یک انسانیت داشته باشه، اخلاق داشته باشه، اما اخلاقش یعنی او را بالا میبره، پایین نه. دیگه خب دوستای عزیز میریم دیگه. ما هم طرف خانه میرم. تشکر بسیار زیاد از اینکه تا حالا را مرا همراهی کردین و جهان سپاس. تا برنامه بعدی که باز یک برنامه مقبول و جدید و همه قسم تفریحی جور میکنم شما را بر لای پاک میسپارم. شاد و کامگار باشید. سونیا جان تو چیزی گفتنی نداری جیگرم؟ تشکر عایشه جان. خدا کنه دوستا از برنامه لذت برده باشن و برنامه تا این لحظه بیننده بوده باشن. من نمیفهم دیگه تو چی کارها کردی در برنامه چون مصروف برنامه تلویزیونی شدیم دیگه. تا برنامه بعد
که باز هم در خدمت شما حاضر میشیم. خدا حافظتان. حتما چنل یوتیوب ما را حمایت کنید. اون یکم از سگ ترسید. یک دانه سگ دیر شد. از سگ ترسیدم، گوشگک پشت ازی فکر شدم که مرا نخوره. باز دخترای مقبول محبوبه خوشگلی. خب خدا عزیز، خداحافظ.